سلام بر بکس عالی الکترونیک. آقا خیلی خوش اومدین به ویدیو دیگه. آقا همونطور که هممون میدونیم منبع تغذیه یکی از ابزارات مهم و ضروری تو حوزه کاری الکترونیکه و اکثرا یعنی همه تقریبا که تو الکترونیک دارن فعالیت میکنن یه منبع تغذیه دارن، ولی الان چون قیمتش خیلی رفته بالا و کسی که تازه الکترونیک رو شروع کرده بخواد یه منبع تغذیه بگیره واقعا براش سخته و بعضی از دوستان هم هستن که کلا منصرفشن از خرید منبع تغذیه. تو این ویدیو قرار ما با پاور کامپیوتر یه منبع تغذیه تو همون مایه‌ها بسازیم ولی با قیمت خیلی خیلی پایین‌تر. بریم. قبل از اینکه بخوایم این پاور رو باز کنیم باید چک کنیم که ولتاژهای خروجیش اوکی باشه. برای این کار ما میایم سیم تغذیه رو وصل می‌کنیم، کلیدش رو می‌زنیم که روشن بشه. بعد بریم قسمت سیمای خروجی. البته اینجا من سوکتش رو کندم، یکی شما احتمالاً این مدلی باشه. اول با یه جامپر پایه انیبل رو زمین می‌کنیم که این سیم سبز ببینید، سیم سبز رو به یکی از مشکی‌ها جامپر می‌کنید که خروجیش فعال بشه. بعد میایم ولتاژ 12، 5 و 3 و 3 رو چک میکنیم که اوکی باشه. بعد میریم سراغ باز کردن پاور. آقا تمام قطعات این پروژه از پاور گرفته تا ماژول کاهنده افزاینده، ماژول ولتمتر، آمپرمتر، فیشای موزی، همشون روی سایت AliaCode.ir هست. میتونید برید اونجا و سفارش بدین. برای اینکه پیچاش گم نشه حتما یه آهنربا بگیرید و پیچا رو به این آهنربا بچسبونید. خب بیایم پاور رو باز کنیم. این نمای داخل پاوره. پاورهای کامپیوتر چون قدیمی هم و طولانی مدت کار کردن وقتی بازشون میکنی برداش پر گرد و خاک و چربیه، مخصوصا این فناش که ممکنه وقتی داره کار میکنه صدا هم بده. چون بدنه پاور من حالا رنگ خوبی هم نداره و رنگ پریدگی داره، من میخوام رنگ بدنه رو عوض کنم. خب برای این کار من میام برد و فن و کلیدا رو جدا میکنم، همه رو تمیز و سرویس میکنم و قابش هم رنگ میکنم. بریم این کار انجام بدیم برگردیم. چرا اینو من الان رنگ کردم نمیدونم، ولی شما این کارو نکنید، بذارید سوراخ‌کاریتون تموم بشه بعد رنگش کنید. بعد از اینکه برد رو تمیز کردیم میریم سراغ سیم ها. بذارید من این بسته کمربندیشو باز کنم. سیمای یک رنگ رو با هم یکی کنید. اینجا ما 4 دسته سیم داریم که مشکیمون میشه منفی یا زمین، زردمون میشه مثبت 12، قرمز میشه مثبت 5 ولت و نارنجی میشه مثبت 3 ولت. با بقیه سیم ها ما فعلا کاری نداریم، فقط این سیم سبز رنگه که گفتم انیبل باید وصل بشه به زمین یا یکی از این سیمای مشکی. ما میریم سراغ قابمون که قبلا رنگش کردیم. رنگش هم خوش شده، خدای خیلی تمیز شده. الان باید مشخص کنیم که ولومای کنترل ولتاژ و جریان کجا باشه، نمایشگر کجا باشه. من قبلا یه پنل براش طراحی کردم که همین که دست من میبینید و اینجا قرار میگیره. نمایشگر ولتاژ و جریان این بالا، ولومای کنترل ولتاژ این دوتا هستن و اینم ولوم کنترل جریان. یه پورت USB فست چارج برای موبایل، ترمینال GND 3 ولت و 5 ولت که میتونید جداگانه ازش استفاده کنید و ترمینال‌های ولتاژ متغیر که این میشه مثبت این میشه منفی و 0 تا 26 ولت هم بهتون خروجی میده. الان باید بریم سراغ سوراخ‌کاری، ولی قبلش اینو بگم که من فایل این طراحی رو روی مقاله‌اش داخل سایت گذاشتم، میتونید برید اونجا دانلودش کنید و ازش استفاده کنید.
خب بعد از سوراخ‌کاری اون برچسب قدیمی رو بکنید و برچسب جدید رو بزنید. اینجا ما از یه ماژول کاهنده افزاینده استفاده کردیم که ورودی 3 تا 30 ولت میگیره و خروجی ثابت بهتون بین 1 و 2 تا 26 ولت میده. این ماژول هم کنترل ولتاژ، هم کنترل جریان و هم کنترل شارژ باتری داره که باید بکشیمش بیرون و جاشو با ولوم عوض کنیم. ظرفیتش هم روی خود مولتیتر نوشته 103 که میشه 10 کیلو و کنترل جریانش هم 103 است که همون 10 کیلویه. بریم این کار رو با هم انجام بدیم، برگردیم. برای کنترل ولتاژ از یه ولوم 10 کیلو و یه ولوم 1 کیلو استفاده می‌کنیم و برای کنترل جریان هم یه ولوم 10 کیلو اوکیه. نحوه سیم کشی و وصل کردنش به ماژول هم داخل مقاله کامل توضیح دادم. اگه مشکلی خوردین برین داخل مقاله چک کنید. این کارم با هم انجام بدیم. خب فعلا کارمون با ماژول تمومه. بریم سراغ قاب. قرار اون جایی که از قبل مشخص کردیم و برش بزنیم و قطعات رو جا بزنیم مثل ولت متر آمپرمتر و ولوم ها. آقا چون تعداد سیما زیاده من میخوام یکم کمش کنم. تعداد سیمای مشکی رو میکنم 5 تا، زرد رو میذارم 3 تا، قرمز 3 تا و نارنجی هم 3 تا. بقیه‌شو در میارم از داخل برد، شاید بعداً به دردم بخوره. خب اینقدر سیم اضافه اومد، احتمالاً بعداً به دردتون بخوره. این 3 تا سیم نارنجی گفتم نگهدارین 3 و 3 ولت مستقیم وصل میشه به این ترمینال 3 و 3 ولت. این 2 تا سیم قرمز هم که 5 ولت وصل میشه به ترمینال 5 ولت. 3 تا از سیمای مشکی هم وصل میشن به این ترمینال GND. دو تا سیم زرد و سیم قرمز ولت متر آمپرمتر پنلی رو به هم وصل میکنیم و لحیمش میکنیم به ورودی مثبت ماژول کاهنده افزایندمون و ورودی منفیش هم دو تا سیم مشکی وصل میکنیم. بریم اینا رو لحیم کنیم، دوباره برگردیم. الان باید خروجی ماژول رو وصل کنم به فیشای موزی خروجی که این دو تا فیش میشه 0 تا 26 ولت. سیم آماده کردم که وصلش میکنم به خروجی مثبت ماژول و اینکه سیم زرد ولت متر آمپرمتر هم بهش لحیم میکنم.
چون جریان باید به صورت سری از داخل ماژول رد بشه تا بتونه آمپر رو نشون بده، من این سوکت هایی که سیمای ضخیم تری دارن رو وصل میکنم، یکیشو به منفی و اون یکی دیگه هم وصل میکنم به منفی خروجی. اینطوری ولت متر آمپر متر میتونه جریان عبوری از خودش رو نشون بده. بریم سراغ وصل کردن ولوم ها که دو تا ولوم اول مربوط به ولتاژه که ولوم بالا میشه ولوم 10 کیلو و ولوم پایین میشه ولوم 1 کیلو. و ولوم پایینم ولوم کنترل جریانه. یه مقاومت 10 اوم 10 وات هم بین 5 ولت و زمین وصل میکنیم به عنوان بار. بعد از اینکه مقاومت رو لئیم کردین بچسبونش زیر هیت سینک که گرمایی که تولید میکنه رو هیت سینک به خودش بگیره و پخش کنه. اگه این سوال براتون پیش اومد که چرا ما اومدیم از این مقاومت استفاده کردیم، راستیتش من دقیق نمیدونم این موضوع درست هست یا نه، ولی طبق سرچی که زدم و سوالی که از دوستان پرسیدم میگم پاورای کامپیوتر اگه تغذیه بهشون بدیم و پایه انیبلش فعال باشه، اگه توی محدود زمانی خروجی جریانی مصرف نکنه میاد خروجی رو کلا قطع میکنه. ما برای اینکه این مشکل رو رفع کنیم اومدیم یه بار که همون مقاومت تو خروجی گذاشتیم که این اتفاق دیگه نیفته. خب برای اینکه ماژول از تو دست و پا جمع بشه هم میتونید با اسپیسرهای پلاستیکی وصلش کنید به این هیت سینک ها یا اینکه بچسبونینش. یه جایی هم بذارین که باد فن مستقیم بهش بخوره و سردش کنه. من اینجا رو در نظر گرفتم چون فن قرار اینجا بخوره و مستقیم تو دید فنه. کار تمومه. فقط 2 تا سیم اینجا موند. یه سیم زرد و یه سیم مشی که 12 ولتن و اینو من گذاشتم برای ماژول فست چارج تک پورتمون که قراره این قسمت بخوره و یه USB فست هم داشته باشیم. بریم اینم لحیم کنیم بچسبونیم و تمام دیگه. الان همه چیز تکمیل شد، فقط مونده که برد و جا بزنیم پیچ کنیم، فن و کلیدار هم سر جاش قرار بدیم. بازم دم همتون گرم که تا آخرین ویدیو همراه ما بودین. خیلی مخلصیم.